زنم عصبی سری رفت خونه یه فصد شوهرشو. من شما دوتا رو تو حموم دیدم که داره پشت تو کیسه میکشه. این عجیب نیست؟ و من تصمیم گرفتم عمل کنم و حامله بشم. تو میدونستی این زنت با من آوردی توی خونه داری زندگی میکنی؟ فقط یه چیزی قبلش بگم، ممکنه خیلی عصبانی بشید. دوستان عزیز، به برنامه ارور دیگه هم خوش اومدین. امروز مستقیم میرم سر اصل مطلب. فقط یه چیز قبلش بگم، ممکنه خیلی عصبانی بشید. حتما کنارتون یه دمنوش داشته باشید، چون واقعا مغزتون امروز قراره سوت بکشه. داستان واقعی امروزمون پرونده کارگاه هستن که میدونید توی کره یه سری دفاترایی هستش که کسایی که به پارتنرشون شک دارن از طریق این دفاتر اقدام میکنن و خب آمار پارتنراشون رو در میارن. این پرونده مربوط به خانومی میشه که شوهرش همیشه آخر هفته ها تا ساعت 12 شب بیرونه و وقتی میاد خونه خیلی خسته است و بدنش حسابی کوفته است. حالا سوال اینجاست که این آقای آخر هفته میره چیکار میکنه که انقدر خسته برمیگرده؟ نگو میره خونه مادرش تنهاست، مریضه، میره ازش پرستاری میکنه، ماساژش میده و کلا کارهای خونه مادرش رو انجام میده و برمیگرده. زن خب وقتی اینو میبینه میگه وای چه شوهر فهمیده‌ای دارم. حالا به مادرش میرسه و اینا، هر چقدر خودش احساس ناراحتی بکنه میتونه این وضعیت رو درک کنه. ولی داستان از اینجا شروع میشه که یه روز آخر هفته شب شوهرش میاد خونه خسته و کوفته، میفته زمین. توی خواب یهویی یه اسم خانومی صدا میکنه و اون اسمم اسم آرین بوده. میگفته آرینا تو چقدر خوشگلی آرینا، و این اسمو خانومش میشنوه، میگه که اسم زنه، نکنه داره به من خیانت میکنه و از اینجا شکش شروع میشه. زنه دیگه خیلی عصبی میشه و خود این خانوم در اصل داروساز بوده و تو داروخانه کار میکرده. وقت نداشته که بره دنبال شوهرش، دیگه مستقیم میره به همین کارگاه ها میگه تا دنبال شوهرش باشن و بدونن که شوهرش داره کجا میره، این آرین کیه. میخواسته این آرین رو پیدا کنه. ولی شوهرش یه روز با یه دسته گل و کادوهای گرون قیمت میبینن که داره میره سمت خونه مادر خودش و کارگاهه هم رفتش دنبال این آقا و دیدش که مادرش اومده دم در و در رو براش باز کرده. خب تو دلش گفته خبری نبوده و داشته برمیگشته که یهویی صدای یه زن از تو خونه مادر پسر میاد. همون لحظه کارگاه ها زنگ میزنن به خانم این آقا، میگن که آیا شما خواهر شوهری دارین؟ کسی دارین که با مادر شوهرتون داره همزمان زندگی میکنه؟ بعد زنه میگه نه ما همچین کسی اصلا نداریم، مادر شوهر من در اصل تنهاست. اینطوری میشه که زنه تا این تماس رو دریافت میکنه مستقیم میره دم خونه مادر شوهرش. مادر شوهرش تا عروسش رو میبینه جا میخوره، میگه اه تو الان مگه نباید داروخانه باشی؟ زنه میگه امروز مشتری نبود همینجوری اومدم، شوهرم خونه است، خونه شماست، با شماست. مادر شوهرش یه هول میشه، میگه آره هستش. بعد دیگه زنه میاد توی خونه مادر شوهرش و دنبال یه شخصی به اسم آرینه، چشماشو اینجوری نگاه میکنه و میاد داخل خونه و یه شوهرش رو میبینه که در حال عکس برداریه و برمیگرده کلهشو اینور رو نگاه میکنه، میبینه که یه بچه کوچیک اونجا نشسته و یه عدد 100 هم روی دیوار چسبیده. که توی کره یه رسمی هستش که بچه‌ها به 100 روزگی میرسن حتما باید یه تلچنجی داشته باشن که تلچنجی میشه جشن 100 روزگی بچه، که توی 100 روز این بچه بزرگ شد و سالم و سلامت و ایناست و این جشن رو حتما با خانواده ها میگیرن. این جشن خیلی بزرگه، مثل عروسی میمونه. با خانواده مثلا مادر و خانواده پدر همه با هم جمع میشن، کادو میدن، بعد به بچه طلا میدن و رو سینی وسیله میذارن. بچه باید از اون سینی وسیله ها رو انتخاب کنه، مثلا اگه توپ برداره فوتبالیست میشه، اگه گوشی پزشکی برداره دکتر میشه. همچین جشنی باید در اصل گرفته بشه. ولی خب وقتی خانومه میاد میبینه یه همچین جشنی 100 روزگی برای این بچه توی خونه، این خیلی عجیب بود، چون اصلا تو کره همچین کاری نمیکنن، جشن 100 روزگی بچه رو تو خونه نمیگیرن. یه دلیل شک دیگه به مرده پیدا شد. فکر کنین زنش اون وضعیت رو دیده چقدر فکر از ذهنش رد شده، هر کی باشه دیوونه میشه. بعد
شوهرش هم وقتی زنشو میبینه هول میشه و اونم باعث میشه که بیشتر فکرای بدی به ذهنش برسه. حالا اینجاش به کنار، در اتاق خواب باز میشه، یه زن از اتاق میاد بیرون. این بچه، این زن، شوهرم، مادر شوهرم، اینجا چه خبره؟ خانومش تا اون زن غریبه رو میبینه بهش میگه تو آرین هستی؟ آرین تویی؟ زن تا میخواد حرف بزنه شوهرش میگه نه 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 این بچه آرینه. چی؟ این بچه آرینه؟ اینجا مادر شوهرش عروسش رو میبره تو اتاق خواب که براش توضیح بده. بهش میگه که اون خانم غریبه‌ای که توی حال دیدی در اصل دختر خاله شوهرته و قبلا هم چند بار بهت گفتم که شوهرت یه دختر خاله داره که از بچگی با هم خیلی همبازی بودن و خیلی رابطه خوبی داشتن، ولی ازدواج کرد و رفتش آمریکا. اما متاسفانه دختر خالش اخیراً از شوهرش جدا شده و هیچ مهریه‌ای هم دریافت نکرده و با یه بچه برگشته کره و ما هم دیدیم جایی نداره و همچنین خانواده‌ای نداره. گفتیم که بیاد اینجا تو خونه من باشه تا برای خودش خونه پیدا کنه و کم کم بره. اینو مادر شوهرش برای عروسش توضیح داد. عروسش عصبی شد، به شوهرش برگشت گفتش که خب تو چرا این همه مدت میگفتی مامانم مریض، آخر هفته ها میومدی اینجا؟ نگو برای کمک کردن به دختر خالت میومدی اینجا. مردم گفت آره دیگه، میدیدم تو سرت شلوغه، تو برای امتحان داری آماده میشی، یه نمیخواستم تو رو اذیت کنم. اینجا مهمه که این زوج اصلا نمیتونستن بچه دار بشن و خانومش نابارور بوده. برای همین سر اینکه حالا بچه دختر خالش رو داره میاد میبینه، آخر هفته ها وقت میذاره و اینا، نتونست حرفی بزنه. شاید مثلا به خاطر ناباروری یه احساس گناهی کرد و اینا. خب باشه، حالا آخر هفته بیا اینجا، حالا یه جوری از این مسئله گذر کرد. خب دیگه حالا ما فکر میکنیم داستان به خوبی خوشی تموم شد و پای هیچ زنی در میون نبود، ولی داستان از اینجا شروع میشه. حالا که دست دختر خاله رو شد، حالا که فهمیدن تو خونه مادر شوهرش دختر خاله‌اش هست، دختر خاله دیگه پررو زنگ میزد نصف شبی به شوهر این خانومه، میگفتش که بچه مریضه، بیا ببریمش بیمارستان. مرد نصف شب میره بیرون، فردا صبحش برمیگرده. بعد دوباره وسط دیتشون موقع غذا خوردنشون به مرد زنگ میزنه، میگه پوشک بخر، بچه میخواد بره حموم، بیا اینجا کمکم کن بچه رو ببریم حموم. بچه برای بچه شیر و خشک بخر. میگفتش روزی 20 تا میسکال از این دختر خالش میومد به شوهر من که بیا برای بچه این کارو کن، برای بچه اون کارو کن. یه جوری رفتار میکنه انگار شوهر من بابای بچه اونه. خیلی از شوهرش کار میکشید. حالا خانومه اینجا میگفتش که اینا مسئله این نبود، مسئله بزرگتر از اینجا شروع میشه. یه شب که این زن شوهر در حال کارهای عشقولانه بودن، از طرف همین دختر خاله پیام میاد که آرینی دلش برای تو تنگ شده، کی میای آرینو ببینیم. بعد مثل اینکه شوهرش نرفته و اینطوری شده که این خانومه، همون دختر خاله، یه روز اصلا نه خبری نه چیزی، تمام وسایلشو جمع کرده اومده خونه اینا، بچه‌ام آورده. بعد به خانم این خونه میگه که چقدر خونه‌تون کوچیکه، از اون چیزی که شنیدم خیلی کوچیک‌تره، به نظرم این خونه برای زندگی 4 نفره خیلی کوچیکه. بعد زن جا خورد، یعنی چی 4 نفر؟ بعد شوهرش یهو میاد و دختر خاله رو میبینه خیلی جا میخوره، میگه تو اینجا چیکار میکنی؟ بیا بریم بیرون باهات صحبت کنم. زن دختر خاله دستشو میکشه، میگه چرا بریم بیرون، همینجا صحبت کنیم وقتی خانومت هم هست. اصلا کلا این دختر خاله رفتارش خود عجیب بوده. همون لحظه به شوهرش میگه که من راستیتش خونه پیدا کردم، ولی خب تایمی که مستاجر میخواد بلند شه با ورود من به اون خونه به هم نمیخوره. یه 2 هفته خالی مونده این وسط، منم که هی نمیتونم خونه مامان شما باشم، یه خورده احساس ناراحتی دارم و بعدش هم نمیتونم با این بچه برم هتل یا موتل، ممکنه امن نباشه، بذارین 2 هفته من اینجا زندگی کنم. همینطوری با قیافه پررو اینو میگه. این خانمه که اون لحظه شوکه، کلا ساکت بود، اونجا داشت گوش میداد. شوهر این خانمه اون لحظه داد میزنه، میگه نه نمیشه اصلا، برای چی، تو چرا باید اینجا باشی؟ و دختر خاله به بچه اشاره میکنه، میگه من بچه دارم و نمیتونم. و اینطوری میشه که شوهر راضی میشه و میره تو اتاق خواب زنه رو راضی کنه. به زنش میگه که حالا بچه رو که نمیشه بذاریم تو خیابون، یه زن تنهاست با یه بچه، بیا حالا 2 هفته اجازه بدیم. زنش هم با خودش فکر میکنه که خب این جزء خانواده شوهر من حساب میشه، منم که نمیتونم نه بگم. با این وضعیتی هم که این آورده جلوی ما، من اگه نه بگم آدم بده میشم، پس اشکال نداره حالا 2 هفته بذار باشه. شوهرش هم از اون وقت قول داده که تو این 2 هفته که دختر خالش تو خونهشون هست، کار اشتباهی از دختر خالش سر نزنه که زنش ناراحت بشه و یه کاری میکنه که دختر خاله تو خونهشون ساکت در حال عبور و مرور باشه و هیچ مزاحمتی برای زنش ایجاد نکنه. این خانم کلا با شوهرش هیچ مشکلی نداشت و رابطهشون خیلی عشقولانه و خوب بود، ولی از وقتی که دختر خاله وارد خونه شد، قرار بود که بدون مزاحمت زندگی کنه. از فردای اون روز ساعت 7 صبح بلند میشد، درم نمیزد، در اتاق خواب اینا رو باز میکرد، میگفت ساعت 7 چرا بیدار نمیشین؟ قرار نیست صبحونه بدین؟ آخر هفته
از بیرون نمیریم؟ وای بچه‌م اذیت شد، بیاین کمک کنیم بچه‌مو نگه دارم. انقدر بیشعور بود که درم نمیزد. از اون طرفم شوهرش هم عشق بچه اینو میدید میرفت بغلش میکرد، میرفت بهش کمک میکرد بچه رو بخوابونه. اصلا یه رفتارایی میکرد که معلوم نبود کی خانم خونه است کی سربار خونه است. حالا اینجا رو داشته باشین که یه روز این خانم آقا داشتن تو خونه تلویزیون نگاه میکردن، این دختر خاله به زور اومد خودشو وسط اینا نشوند و شوهرش هم متوجه این رفتار دختر خاله شده بود و خب نمیخواستش که کاری بکنه زنش ناراحت بشه دیگه. اومد پایین نشست و به کمرش زد و گفت آی کمرم که الکی از این دختر خاله فاصله بگیره. ولی دختر خاله اینطور که هنوزم کمرت درد میکنه و از قصد هی کمر شوهر اینو دست داد و هی تاچش کرد و هی لمسش کرد و زنش رو عصبی شد، گفت حالا هر چقدر دختر خاله باشه دیگه هر لمسش دیگه داره از حد میگذره، هی داره شوهر ما رو دستمالی میکنه. عصبی شد و گفتش که دیگه فکر نمیکنی خیلی داری از حد میگذری؟ دختر خالم بهش برمیخوره میگه من دست میزنم چون من شغلم اینه، من فیزیوتراپم، من میتونم دست بزنم، تو با خودت روزا چه فکرایی میکنی؟ و بهش برمیخوره بلند میشه میره. اصلا وقاحت خیلی بیشوره. سربار تو خونه طرف و پرو هم اذیتش میکنه. دریغ از یه احترام، یه دست درد نکنه من تو خونتم، معلوم نیست کی صاحب خونه است اصلا. یه روز خانم داستان ما که مشتری هم از قضا اون روز زیاد نداشته، در داروخانه‌اش رو زود میبنده و برمیگرده خونه. ولی وقتی وارد خونه میشه یه صدای عجیبی میاد. صدای شوهرش رو میشنوه که میگه نکن، اگه مثلا زنم ببینه چه فکری میکنه، پاشو برو. بعد صدای دختر خاله میاد خب مگه نگفتی که اون ساعت 9 میاد، حالا تا کارش تموم بشه بذار برات انجام بدم. این صحبتات بینشون داشت رد و بدل میشد که زنه میره به سمت صدا و میبینه که این صدا از توی حموم میاد. در حموم یهو باز میکنه و میبینه که دختر خاله تا کجا لباس نداره. دختر خاله یه لباس باز پوشیده دامن تا کجا کوتاه، بعد داره شوهر اینو میشوره. همون لحظه داد میزنه میگه دارین چیکار میکنین؟ دختر خاله با پررویی تمام میگه که مگه نمیبینی دارم پشتشو کیسه میکشم به همین راحتی. اینطوری میشه که با شوهرش میره داخل اتاق خواب و راجع به این قضیه صحبت میکنه. میگه که با این حالم فکر میکنی من آدم عجیبیم؟ من شما دوتا رو توی حموم دیدم که داره پشت تو کیسه میکشه. این عجیب نیست؟ نمیخواستم این سوال ازت بپرسم ولی شما دوتا واقعا با هم چه رابطه‌ای دارین؟ دختر خالته واقعا؟ بعد شوهرش میگه که آره ما بچگی بزرگ شدیم، دختر خالمه و اینکه ما مثل خواهر و برادر میمونیم، برای همین این اتفاق افتاده، تو خیلی داری حساس میشی. شوهرش هم اینو به زنش میگه و زنش هم با عصبانیت کامل میگه کدوم خونه ای دیدی که خواهر و برادر بعد اینکه بزرگ بشن ازدواج کنن بیان تو همون پشت هم دیگه کیسه بکشن اونم لخ لخ. دیگه زنش اون لحظه به سیم آخر زده بود و گفتش که یا توی خونه جای منه یا جای دختر خاله توئه، همین الان بندازش بیرون که من دیگه تحمل ندارم این تو خونه باشه. و دختر خاله کثافتش همون لحظه داشت گوش میداد، کله‌ش هم اینجوری بود داشت نگاه میکرد. بعد شوهرش گفت بابا دیگه چند روز بیشتر نمونده بذار این باشه تو خونه، دارم خونه براش پیدا میکنم، اجازه بده بیشتر بمونه، به فکر بچه باش، بچه داره. بعد زنه بیشتر عصبی تر شد، گفتش که تو این وضعیت تو به فکر بچه اونی؟ من اینجا اصلا من رو خورد میشه. بالاخره مرد تونست خانومش رو راضی کنه تا دختر خاله‌اش تا زمانی که بره خونه خودش داخل خونه اینا باشه. ولی زنه شک کرده بود آخه با دختر خاله تا کجا آدم میتونه انقدر نزدیک بشه. برای همین رفت پیش اون کارگاه‌ها و ازشون خواستش که آمار این دختر خاله رو در بیارن، ببینه که این با شوهرش واقعا چه رابطه‌ای داره. و کارگاه‌ها رفتن دنبال این دختر خاله. وقتی که دختر خاله رفته بوده برای چکاپ بچهش بیمارستان متوجه شدن که اصلا اسمش یونجو نیستش، اسمش اونشینه است. شینه اسم اصلی اون خانومه بوده. بعد رفتن آمارش رو در آوردن و متوجه شدن که این خانومه که دختر خالشه به عنوان دختر خاله این شوهرش اومده تو خونهشون در اصل زن سابق شوهرش بود. دوستان عزیز دمنوشاتون رو دارین در کنارتون میخورین، منم بر خودم دمنوش آوردم، همزمان که دارم براتون تعریف میکنم اعصابم یه خورده دمنوشم میخورم. ادامه رو میگم. بله این دختر خاله 5 سال پیش زن شوهرش بوده در اصل و دختر خاله‌اش اصلا نبوده، در نقش دختر خاله بود و 5 سال پیش با شوهرش ازدواج کرده بود و این کارگاه‌ها اسم این میشینه رو زده بودن توی اینترنت، دیدن که توی استودیو عکاسی عکس عروسی این دوتا با هم هست و عکسشو پرینت گرفتن و به زنش نشون دادن، گفتن که بفرمایید این زن سابق همسرتونه 5 سال پیش. زنم عصبی سری رفت خونه، یه
وسط شوهرشو. زنه میپرسه، زنه همینجوری فشنگی ازش میپرسه تو منو احمق فرض کردی؟ منو تو کجا میخواستی فریب بدی؟ برای چی این کارو با من کردی؟ تو میدونستی این زنته، با من آوردی توی خونه داری زندگی میکنی؟ چرا به من نگفتی شما با هم ازدواج کردی؟ مرده به زنش میگه وای من اصلا نمیخواستم تو رو فریب بدم، اصلا به قصد فریب دادن تو نیومدم جلو. زنش میگه خب اگه قصد فریب نبوده پس چرا همچین کاری کردی؟ پس چرا زن سابقه تو آوردی توی خونه با من داری زندگی میکنه؟ پس چرا انقدر منو اذیت کرده؟ بگو، من از تو دلیل میخوام، چرا همچین کاریو کردی؟ همون لحظه هم زن سابقه اون وسط نشسته بود داشت گوش میداد و بلند شد گفتش که فکر کنم دلیلش چیه؟ دلیلش به خاطر تنها دخترش آرینه. و به زنش میگه آخش حالا فهمیدی من خیالم راحت شد، دیگه نمیتونستم نقش بازی کنم. بله آرین دختر شوهرته، همه این کارا رو هم به خاطر آرین انجام داده. زنش همون لحظه میپرسه واقعا راست میگه؟ آرین بچه توئه؟ بعد مردم تا میخواد حرف بزنه میگه آره دیگه، پس بچه کیه؟ بچه توئه دیگه. بعد زنش عصبی میشه میگه کثافت بیشور، بخواد بره بیرون. بچه‌اش دستشو میگیره میگه بذار من برات توضیح میدم. آره بچه منه، ولی مشکل اینه که من با این زن اصلا نخوابیدم. باش نخوابیده چجوری بچه مال اینه؟ زنش هم داد میزنه میگه که مسخره گیر آوردی، گردافشانی میکنی، در کنارش نفس میکشی زنه حامله میشه، مگه میشه باش نخوابی یا حامله بشه؟ مرد میاد برای زنش کامل توضیح میده، میگه که راستیتش چند وقت پیش از این خانم یعنی زن سابقم پیام گرفتم و به من اصرار داشت که حتما منو ببینه. میگفتش که یه چیز مهمی هستش که من باید بهت بگم. و من یه روز با زن سابقم رفتم بیرون، زن سابقم اومد بهم گفتش که من حاملم و این بچه توئه. منم بهش گفتم مگه دیوونه شدیم؟ من و تو الان چند سال از هم جدا شدیم و من الان ازدواج کردم، چجوری بچه من تو شکم توئه؟ بعد زن سابقش میاد میگه یادت اون موقع ما رفتیم تخمک و اسپرممون رو لقاح مصنوعی دادیم و فریزش کردیم؟ اون بچه فریز شده مدت نگهداریش در از توی بیمارستان 2 سال بوده و از بیمارستان به من زنگ میزنن میگن که خب دوست دارین این تخمک رو ما براتون همچنان نگه داریم یا میاین عمل میکنین؟ و من تصمیم گرفتم عمل کنم و حامله بشم. پس این بچه توئه، پس بیا مسئولیتش هم قبول کن. و مرد عصبی میشه چطوری بدون اینکه با من مشورت کنی بچه منو کردی تو شکم خودت، حامله شدی همینجوری خودسر؟ زنه 6 ماه حامله بوده. بعد میره به طرف میگه که تو که دختر دوست داشتیم، پس بیا مسئولیت این بچه رو به عهده بگیر و اینکه این نشونه اینه که ما هنوز سرنوشتمون به هم گره خورده. مرد عصبی میشه میگه که خب من و تو بعد از اینکه طلاق گرفتیم دیگه همدیگه رو ندیدیم. زنم هی اصرار داره که این بچه رو یه جوری بندازه گردن اون و بهش میگه که اگه این بچه رو قبول نکنی تو باید نفقه این بچه رو تا 20 سالگی بدیم، همه رو با هم حساب کن، چند میلیارد پولو برای من کارت به کارت کن. اینو به شوهره میگه و شوهرش هم میگه که بابا من زن دارم، من زنم دوست دارم و اینا. و اینجوری طرفو تهدید میکنه و یه کاری میکنه که بالاخره بچه رو گردن بگیره. دست یارو رو میگیره میگه وای اگه بچه به من و تو بره حتما خیلی خوشگل میشه. خانومش هم میره پیش کارآگاه‌ها، به کارآگاه‌ها میگه که خب من نمیدونم چیکار کنم چون شوهر من واقعا با طرف نخوابیده و زن خودسرانه این کارو کرده و اومده به شوهرم و شوهرم رو تهدید کرده. شوهرم هم قصدش فریب نبوده. منم واقعا دارم دیوونه میشم، نمیدونم وقتی دارم نسبت به این قضیه فکر میکنم احساس میکنم که همچنان همسرم رو دوست دارم، نمیتونم تصمیم بگیرم. وقتی این حرفو میزنه اون خانم کارگاه میگه که بذاری مدرک رو بهت نشون بدم، شاید بتونی بهتر تصمیم بگیری. مدرکی که میذاره جلوی خانم مدرکی بوده که اون خونه‌ای که برای زن سابقش داشته میگرفته پول رهنش تقریبا میشده 100 میلیون وون، 10 میلیارد ایران فکر کنم بشه، که اون پولو در اصل از پول خانومش داره استفاده میکنه. از این زن فعلیش پول گرفته به اندازه 10 میلیارد و برده گذاشته برای خونه این زن سابقش رهن کامل بگیره. خونه هم نخریده، رهن کامل 10 میلیارد تومان پول گرفته برای رهن کامل خونه زن سابقش. زن وقتی عکس‌ها رو که از کارگاه‌ها گرفته میبینه که اون زن سابقش وقتی با شوهرش داره میره دنبال خونه براش دستشون اینجوری میگیره، این مثل زن و شوهرها هستن. بعد یهو یادش میاد که آره قبل از این جریان ها یه بار شوهرش بیاد داروخانه و ازش میخواد که بهش پول قرض بده. حالا چه مقدار؟ 10 میلیارد تومان ازش پول قرض میخواسته و دلیلش هم این بوده که آره صاحبخونه مامانم میخواد هزینه رهن خونه رو ببره بالاتر و هزینه رهنم 10 میلیارد اضافه تر کرده. مامان منم که مریضه نمیخوام به خاطر اینجور قضایا استرس بگیره، برای همین منم که 10 میلیارد ندارم، میشه
خواهش کنم تو به من 10 میلیارد قرض بدی. اون موقع خب زنه اینجور جریانا نمیدونسته که اصلا کلا قبل اینه بوده که این دختر خاله معلوم بشه و دختر خاله بیاد خونه اینا و این اتفاقا بیفته. بعد تو دلش میگه خب مامان تو و اینا برای مادر شوهرم همچین پولیو میدیم، اشکال نداره. و شوهرش هم خیلی خوشحال میشه، زنش ماچ میکنه میگه مرسی که کمک کردی به مامانم و اینا. و متوجه میشه که او اون پولی که الان برای پیش خونه زن سابقش گذاشته پول خودش بوده و خب میفهمه که بهش دروغ گفته دیگه و فریبش داده و بی‌نهایت عصبی میشه و وسایل مرده رو همه رو پرت میکنه. مردن و شوهرش میخواد خونه بندازه بیرون و شوهرش التماسش میگه تو رو خدا این کار نکنه و اینا. زنه میگه که من اون 10 میلیارد رو ازت پس میگیرم، تو خیلی وقیح بودی که همچین کاریو کردی، از من پول گرفتی که به زن سابقت بدی. و شوهرش میگه من واقعا به خدا اون پولو به زن سابقم اصلا به اون نیت ندادم، من در اصل اون پولو به این نیت دادم که نفقه بچمه و به حساب نفقه بچه به اون زنه دادم. من فقط به بچم فکر میکنم، بچم خیلی حساسه، بچم نمیتونه تو خیابون بخوابه. هی جلوی زنه بچم میکنه. زنم عصبی میشه میگه آره منم دارم همین کارو میکنم، دارم میفرستم بری پیش هم بچت زندگی کنیم. بهش میگه من تا قرون آخر اون 10 میلیارد رو ازت میگیرم و حتی شده من 100 میلیارد وکیل استخدام کنم اون 10 میلیارد رو ازت میگیرم. اینو به شوهرش میگه و شوهرش رو میندازه خونه بیرون. و تو روز دادگاه چون که مرد تقصیرکار بوده، دادگاه هم حقو میده به زنه و مرد مجبور میشه که کلی غرامت رو به زنه بده و علاوه بر اون 10 میلیاردی هم که قرض گرفته اونم پس بده و علاوه بر اون 20 سال نفقه این از این زن سابقش هم داشته، اونم هزینه اونم بده. و اینطوری شد که از هم طلاق گرفتن. خب دوستان عزیز این بود ارور ما. درس اخلاقی اینه که قبل از اینکه با کسی ازدواج کنین برین تاریخ زندگیشو تا 10 سال گذشته قشنگ بالا پایین کنین، قشنگ تحقیق کنین و یه آدمی رو انتخاب کنین که مطمئن باشه، یه آدمی انتخاب کنین که واقعا با عقلش تصمیم بگیره. تو رو خدا با آدمای احمق ازدواج نکنین. خلاصه که مرسی که تا آخر نگاه کردین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. هر پنجشنبه ساعت 6 میایم ما. خدافظ. گشنم شد وسط ضبط یه ضعف رفتم. ایب جون الجا به فارسی چی میشه؟ نمیتونم بگم اینو. بعد بزنه خدای من، خدایا هلپ. Yeah, it's the B who made